My visit comes shortly after the launch of the European Union's new Central Asia strategy. I am the first president. سفر من به کشور شما چند بعد از تصویب استراتژی نوی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی دایر می شود. من اولین رئیس شورای اروپا هستم که از تاجیکستان زیارت کرده است. این شهادتی دیگری آن است که ما جانبدار کارشریکی مستحکم با کشور شما و منطقه آسیای مرکزی هستیم. موقع استراتژی کشورتان در چارچوب میانه اروپا و آسیا و تحولات اخیر مثبت در منطقه شما امکان توسعه کارشریکی مستحکم را فراهم می‌آورد. ما این همکاری ها را قدردانی نموده جانبدار عمیق‌تر شدن آن هستیم. اتحادیه اروپا امکانات والای سرمایه‌گذاری، معارف، تجارت، نقلیات، انرژتیکا و پیوندهای دیجیتالی را با احترام صاحب اختیاری و حفظ منفعت‌هایتان پیشنهاد می‌کند. یک سبب زیارت من از کشور شما اهمیت کشور شما برای امنیت منطقه است. من منتدار از شما هستم که امکان داشتم با کمک شما از مرز تاجیکستان و افغانستان زیارت کنم. من از آن به وجد آمدم که شما برای حمایت از این مرز چی کارهایی را انجام می دهید. از آن هم منتدارم که سهم شما در برنامه مأموریت مرزهای آسیای مرکزی بزرگ است. اتحادیه اروپا به همکاری با کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و اکستریمیسم خشونتبار صادق است. من امروز از پیریخ‌های پامیر هم زیارت کردم. من از زیبایی آن حلاوت برده همچنین امکان داشتم ببینم که تغییر اقلیم به پیریخ‌ها چی تأثیری گذاشته است. آن نه تنها مایه نگرانی کشور شما بلکه منطقه و سراسر عالم است. اتحادیه اروپا به مبارزه با تغییر اقلیم صادق است. باور دارم در این مسئله کشور شما کارشریک اساسی ما خواهد بود. در این چارچوب اقدام‌های تاجیکستان در نظارت و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب منطقه قدردانی می‌شوند. ما با پرزیدنت امامعلی رحمان روابط تاجیکستان و اتحادیه اروپا را بررسی کردیم. من تصدیق کردم که با اجرای شرایط ضروری اتحادیه اروپا حاضر است دسترسی تاجیکستان به بازارهای اروپا را توسعه ببخشد. شما جناب پرزیدنت میدانید من چی میگویم. ما همچنان دورنمای امضای سازش نوی اتحادیه اروپا و تاجیکستان را که بر روابط ما تأثیر مثبت خواهد داشت بحث کردیم. تاجیکستان و کشورم پولشا تاریخ و مشترکات زیاد دارند. حقوق بشر بخشی مهم این تاریخ است. هدف والای هر سیاستمدار امنیت و همزمان حقوق بشر و آزادی است. برای رسیدن به این هدف نیرو، شجاعت و نیت نیک ضرور است. شما همه این خصلت‌ها را دارید جناب پرزیدنت.